گاه یک کتاب میخواند ولی جایی کتاب های زیادی را میگیرد. مانند تفسیر قرطبی 20 جلد است، بسیار علم جمع کرده است. هست مثلا ده ها تفسیرها، جای اینکه آن ده ها تفسیرها را خوانید، اگر تفسیر قرطبی را اگر مطالعه کنید خیلی معلومات زیاد در داخل تفسیر قرطبی هست. بنابراین بعضی علما گفتند که یگان عالم از تفسیر قرطبی بی حاجت نیست گفتن، یعنی همه حاجت دارد اهل علم. همین گونه بهترین کتاب ها را باید طالب علم ذکی زیرک قرائت کنند. بعد اون در بین کتاب ها همش گپ های بهترین و همش گپی صحیح نیست. گاه حدیث دروغ هست، حدیث موضوع هست بافته، گاه یگان قصه های بنی اسرائیلی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج گفتن، از بنی اسرائیل سخن کنید هیچ گپی ندارد گفتن، یعنی اجازت است که انسان از بنی اسرائیل نقل کند. و هست مثلا بعض دیگر معلومات هایی که معلومات های خطا هست در داخل کتاب. علم این نیست که خیر را از شر جدا کرده تاند طالب علم، نیک و بد را جدا کند. علم این است که بهترین دو علم را جدا کند و بدترین دو معلومات را جدا کند، معلومات های صحیح و ضعیف را جدا کرده تواند. این علم است. یعنی وقتی که ما کتاب تعریف کردیم، قرطبی را تعریف کردیم، این معنی اینا ندارد که تفسیر قرطبی هر چیزی که در داخل وی است همش قبول هست و همش مثلا موافق قرآن و سنت است. نه، در تمام کتاب ها غیر قرآن خطایی هست. این صفت آدمی هست، لیکن آدم علمدار جدا میکنه. مقصد این است که وقتی که کتاب میخوانید یا یک درس میشنوید بهترین سخنها رو مینویسید، بعد آنها را از نظر میگذارونید، حفظ میکنید بهترین آنها را، و وقتی که به نزد مردم برآمدید بعد از بهترین ها سخن میکنید. این یک خاطر رسانی در ابتدای درس تا اینکه یعنی اسلوب طالب علمی را فراموش نکنید. یعنی خواهید که طالب علم ذکی زیرک شوید، همین گونه عمل را پیشه کنید.